دیمنه قدیمی حاکمان ختلان یا شهر قدیمی هولبوک در مسافه 7 کیلومتر دورتر از سمت شمال و غربی مرکزی ناحیه واسه جایگیر است. دیمنه طرح سه‌کنجه مانند پرشکوهی داشته. قبلا مساحت آن 70 هکتار را تشکیل میکرد. هولبوک تنها در مساحت 16 هکتار باقی مانده است. ارک آن 2 قبته بوده، پورا محفوظ مانده است. شهر هولبوک در عصرهای 9 تا 11 پایتخت شاهان ختلان بود که با کهندیز و شهرستان و رباط و گورستانش در اوج شکوفاییش یکی از شهرهای زیبای آسیای میانه محسوب می‌یافت. طبق اندیشه تاریخ‌نگاران این مجتمع معماری تاریخی در آسیای مرکزی نظیر ندارد. به قول ریچارد فرای، تاریخ‌نگار نامدار آمریکایی، هولبوک آینه تاریخ و فخر تمدن آریایی است. الان فقط بخش مرکزی شهر به اندازه 70 هکتار باقی مانده است و به نوشته مورخان همگی 7 هکتار آن کافتوکاو شده کارهای عظیمی در پیش خواهد بود. تاریخ‌نگاران خارجی هنگام پژوهش‌ها در هولبوک از این یادگاری بی‌بهای باستانی انگشت حیرت گزیدند. ریچارد فرای گفته بود: هولبوک را یادگاری تاریخی گفتن کم است. این برای شما مکافات تاریخی است. از این مکافات روی نگردانید. آن تاج و تخت خزینه شما، سری بلند و حتی شهادتنامه شماست. من حتی در بخارا و سمرقند، دهلی و تهران قصر را با چنین بزرگی و با چنین آرایش ندیدم. تنها همین ثابت می نماید که ملت تاجیک قدیمترین است و بزرگ.